سوره مجادله یعنی جدال کردن در مدینه نازل شده است و از 22 آیت عبارت است. این ترجمه از قرآن کریم و ترجمه معنای آن در روش تفسیر میسر به زبان تاجیکی گرفته شده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده و مهربان. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. بتحقیق الله سخنی حوله بنت ثعلبه را که درباره شوهرش اوس بن صامت آن چیزی که از او صادر شد، یعنی اوس بن صامت زنش را گفت پشت تو همچون پشت مادرم هست، یعنی زنش را بر خودش حرام گرداند. با تو گفتگو میکرد و به الله شکایت میکرد شنید و الله گفتگوی شما را بیگمان میشنود. الله شنوای و بینا به همه چیز است، هیچ چیز از او پوشیده نمیماند. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. از میان شما کسانی که زنشان را زهار می کنند همانا پیش الله گناهکارند و مخالفت شریعت کردند، بدانند که زنانشان مادرانشان نشوند بلکه همسرانشان هستند. مادرانشان فقط زنانی هستند که آنها را زاییدند. البته این اشخاص زهار کننده سخنی دروغ و ناپسند میگویند که حقیقت ندارد و هر آینه الله از بعض گناهان صادر شده در گذرنده و آمرزنده است و آن آمرزش به توبه نصوح است. زهار در جاهلیت مرد زنش را می گفت تو برای من همچون مادرم هستی، یا می گفت پشت تو همچون پشت مادرم هست و این در جاهلیت همچون طلاق به حساب می رفت. الله تعالی بیان کرد که هیچگاه زن در برابر مادر به حساب نمی رود و این حکم زهار را بیکار کرد. از تفسیر طبری 23 صفحه 228. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبیر. و آنان که به زنان خود زهار می کنند سپس از آنچه گفتند باز می کردند، پس آزاد کردن غلام پیش از آن که زن و مرد با یکدیگر همخوابگی کنند واجب است. این درس و پنده است که به شما داده می شود و الله به آنچه می کنید آگاه است. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا
ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرین عذاب علیم. از هر کسی که غلام را برای آزاد کردن نیابد واجب است بر وی 2 ماه پی در پی یعنی بی فاصله پیش از همخوابگی روزه بدارد. پس هر که روزه داشتن را با عذر شرعی نتواند پس باید 60 مسکین را به سری طعام دهد. این حکم های زیهاری که برای شما بیان کردیم و آن سبب است که به الله و پیامبرش ایمان بیاورید و کارهای دوره جاهلیت را ترک نمایید و این احکام بیان شده حد قانونی مقرر کرده الله است. پس آن را تجاوز نکنید و برای منکران این حکم عذاب دردناک است. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرین عذاب مهین. هر آینه کسانی که با الله و پیامبرش مخالفت یعنی ضدیت مقابله می‌ورزند خوار و ذلیل می‌شوند، همچنان که امتان پیشینه خوار شدند و همانا ما آیت‌های واضح و روشن نازل کردیم که دلالت می‌کند بر این که شریعت الله حق است و منکران این آیت ها را عذاب خار کننده است در جهنم. یوم یبعثهم الله جمیعا فینبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهید. به یاد آر ای پیامبر روز قیامت را، روزی که الله همه مردگان را زنده می کند و اولین و آخرین را در یک زمین جمع می آورد. پس خبر می دهد به آنها آن عملهای بد و نیکی را که انجام داده بودند. یاد داشت و حفظ کرد آنها را الله در لوح محفوظ و نوشت آنها را در نامه های اعمالشان و همانا آنها آن را فراموش کردند و الله بر همه چیز شاهد است. چیزی از او مخفی نمیماند. الم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. آیا ندانسته ای که الله هر چی را که در آسمان ها و زمین است می داند؟ 3 کس با هم نجوا یعنی راز سخنی بدی مخفی کنند، الله با علمش 4مین آنهاست و 5 کس باشند الله 6مین آنهاست و کمتر از این هر جا که باشند و بیشتر از این الله با علمش در کجای باشند با آنهاست. چیزی از او مخفی نمیماند. سپس همه را در روز قیامت به کارهای بد و نیکی که کردند آگاه می کند و جزایشان می دهد. هر آینه الله بر همه چیز
آگاه است. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. آیا ننگریسته ای پیامبر به یهودیان که از نجوا یعنی راز سخنی مخفی سخنانی بدی را که در میان هم به سرگوشی و رازگویی پرداخته و با چشم و ابرو اشاره نموده و به غیبت و آزار دادن مؤمنان سعی و کوشش میکنند. این در نظر است، یعنی معنای نجوا، که در نفس مؤمنان شک و شبهه را می آورد. منع شده بودند، باز هم به گناه نجوا می کنند و با یکدیگر پنهانی سخن می گویند، سخنی که در آن گناه و دشمنی و نافرمانی از پیامبر است. و چون ای پیامبر آن یهودیان نزد تو برای کار می آیند، به طوری تو را سلام می گویند که الله تو را به آن طور سلام نگفته است و در بین خود می گویند چرا الله ما را به آنچه به محمد می گوییم عذاب نمی کند اگر او پیامبری بر حق باشد. جهنم برایشان کافی است و آن داخل می شوند و این بد سرانجام است. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. ای کسانی که به الله و رسولش ایمان آورده اید، اگر با یکدیگر راز سخنی مخفی یعنی نجوا میکنید، در باب گناه و دشمنی و نافرمانی از پیامبر نجوا مگویید، بلکه در باب نیکی و پرهیزگاری نجوا کنید و از الله بترسید با به جای آوردن امرهایش و به پرهیز کردن از من کرده هایش. پس همگان یعنی به عملها و سخنهایتان به سوی او باز می گردید و زود است که موافق آن شما را جزا می دهد. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هر آینه نجوا یعنی راز گفتنی بد از وسوسه شیطان است، یعنی آن را زینت می دهد و برمی انگیزد که می خواهد مؤمنان را غمگین کند و حال آن که هیچ زیان جز به فرمان و خواهش الله به آنها نمی رساند و مؤمنان باید که بر الله یگانه توکل کنند. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبیر. ای کسانی که با الله و رسولش ایمان آورده اید، چون شما را گویند در مجلس ها جای وسع کنید، پس جای وسع کنید تا الله در دنیا و آخرت برای شما وسع کند، یعنی در کارهایتان گشایش دهد. و چون گویند که برخیزید برخیزید، الله آنهای را که ایمان آوردند و کسانی را که اهل علم می باشند به درجه های بلند ثواب و مرتبه های رضوان بردارد و الله تعالی به کارهایی که می کند آگاه است، از او چیز مخفی نمی ماند و موافق آن شما را جزا می دهد. در این آیت بلند بودن مرتبه اهل علم اشاره شده است. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. ای کسانی که با الله و رسولش ایمان آورده اید، چون بخواهید که با پیامبر صلی الله علیه و سلم نجوا کنید، یعنی پنهانی سخن گویید، پیش از نجوا کردنتان صدقه بدهید به حاجتمندان. این برای شما از جهت ثواب بهتر و بر دلهایتان پاکیزه تر است. و اگر برای صدقه چیزی نیافتید باکی نیست، پس همانا الله آمرزنده و مهربان است. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبیر بما تعملون. آیا ترسیدید از صدقه دادن پیش از راز پنهانی گفتن با پیامبر، این که کم بغل می شوید؟ پس چون نکردید، یعنی صدقه ندادید و الله شما را بخشید و رخصت داد شما را به صدقه ندادن، پس نماز بگذارید و زکات بدهید و الله و پیامبرش را اطاعت کنید که الله به کارهای میکند آگاه است و شما را موافق آن جزا میدهد. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. آیا ندیده آن منافقان را که با مردمی که الله بر آنها خشم گرفته بود، یعنی یهودیان، دوستی کرده اند؟ اینها منافقان نه از شمایند و نه از یهودیانند و قسمی بر دروغ میخورند که آنها مسلمانند و تو فرستاده الله هستی و خود میدانند که بر دروغ سوگند میخورند. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. الله برای آن منافقان عذاب سخت آماده کرده است، زیرا کارهایی که میکنند از نفاق و قسم بر دروغ خیلی هم ناپسندند. اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبیل الله فلهم عذاب مهین. سپر گرفتند منافقان،
سوگندهای دروغین خود را. پس به این فریب و نیرنگی خود باز داشتند خود را و دیگران را از راه الله یعنی اسلام. پس برای آنهاست عذاب خار کننده در دوزخ به سبب تکبرشان از ایمانی به الله و رسولش. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اموال و فرزندانشان برایشان در برابر عذاب الله فایده نکند. آنها اهل جهنمند و در آن جاویدانند، از آنجا خارج نمی شوند. یعنی این جزای هر کسی است که از راه الله دیگران را باز می دارد. یوم یبعثهم الله جمیعا فیحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. روزی که الله همه منافقان را از قبرهایشان زنده می کند، پس همچنان که در دنیا برای شما قسم می خوردند، برای او هم قسم خواهند خورد که مؤمنان بودند و می پندارند که این قسم در نزد الله فایده اشان می دهد، چنانه که در دنیا نزد مؤمنان فایده اشان می داد. آگاه باشید که هر آینه آنها خیلی دروغگویانند. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. شیطان بر آنها غالب شده است، حتی این که امرهای الله و عمل به طاعت وی را ترک کردند. آنها خود حزب شیطانند. آگاه باش که حزب شیطان در دنیا و آخرت زیانکارانند. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. هر آینه کسانی که به امرهای الله و پیامبرش مخالفت می‌ورزند، اینها از گروه خار شدگان و مغلوب شدگانند در دنیا و آخرت. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. الله مقرر کرده است که من و پیامبرانم پیروز می شویم. بیگمان پروردگار توانای و پیروزمند است، هیچ چیز او را عاجز آورده نمی تواند. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله
الا ان حزب الله هم المفلحون. گروهی را که به الله و روز قیامت ایمان می آورند نخواهی یافت که دوستی کنند با کسانی که با الله و پیامبر او مخالفت ورزیدند، اگر چه آنها پدرانشان یا فرزندانشان یا برادرانشان یا دیگر خویشاوندانشان باشند هم. اینها هستند که الله در دلهایشان ایمان را انداخته است و آنها را با فیضی از طرف خود توانا گردانیده است و آنها را به جنت‌های می درآورد که از زیر قصرها و درختان اینها دریاها روان است و جاویدانه در آنجا میمانند. پروردگار از آنها خوشنود است و آنها نیز از او خوشنود هستند. اینها لشکران و دوستان الله اند. آگاه باش که لشکران الله هر آینه در دنیا و آخرت نجات یافتگانند. سوره مجادله یعنی جدال کردن در مدینه نازل شده است و از 22 آیت عبارت است. این ترجمه از قرآن کریم و ترجمه معنای آن در روش تفسیر میسر به زبان تاجیکی گرفته شده است. اگر ترجمان و یا ما در کجای به خطا راه داده باشیم، الله تعالی ما را بیامرزد.